بسیار رسم و آیین‌ها اجرا می‌شوند و یکی از آیین‌ها و رسم‌هایی که امروز با آن ما صحبت می‌کنیم درباره کلا غزغز میباشد و آن را در شب نخستین نوروز جشن می‌گیرند. این نام یک پرنده است که فقط در بهار پیدا می‌شود و بعضی وقت آن را هدهد هم می‌گویند. این خیلی نامگذاری می‌کنند. بعضی می‌گویند که این کلا یعنی همچون کدو هست و غوز یعنی چهارمغز یا باجک را میگویند. اگر نفری میخواست دختری را خواستگاری کنند در همین روز اگر خواستگاری میکنند صاحب خانه از این کار سرپیچی نمی کند، چون که خود عید نوروز این عید سخاوت است، خیر است و این عید عفو و بخشش است و هر چیزی که از صاحب خانه طلب می شود آن را می دهند. نفرانی که عاشق دختر می بودند آنها از خود باوری نداشتند، محض همین روز را انتظار بودند که به بهانه همین روز آنها می توانند آن دلداده خود را به دست بیارند. این چیز است که از روزنه بالا می شوند و از آنجا رومال سرخ یا متاع سرخ را می پرتایند و شعر می گویند که نوروز شد و لاله خوشرنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد، مرغان هوا جمله بکردن پرواز، مرغی دل من از قفس تنگ برآمد، روز نوروز است عالم سبززار، زنگ دل را می برد بوی بهار، ای پدر برخیز نوروزی بده تا تو را رحمت کند پروردگار. این است که شخصی که در سال نو نیکی می کند در تمام سال نیکی و خیر می بیند. امروز وابسته به شرایط محیط دیگر شده است و این رسم علاقه کودکان اجرا می کنند. بدخشانی ما اگر میخیل نزد ما آدما می اومدند ما حتما آنها را با یک دل خرسند یعنی با یک مهمان نوازی خاصه پیشواز میگرفتیم و ما از این خیلی خرسند میشدیم.